برادرها نکرد ما یک وقتی دیگه دل آزاری باشیم. من شما 300 نفر کلونتر هم هستم به دل نگیریم. اما فضل همه یک دیگه بیاییم همینجی. بعد کلی جان آمد کنیم بگذاریم. میگم از مکه امرو به خیر روز آخره مکه میرم از اینجی. دیگه یک چهار بیتی به ما بخونیم. با حق هم دعا میکنیم. اشته نمیکنیم. بعد اینجا نمیکنیم. برم بخیر. بخیر. به چشمکای خانه چهار بیتی هم بخونیم. وی گلی از دستم بوستون و بوی کن آدل آرامه میانی کاکلای خوب رو کن جانم بوی وی بر جایی که رفتیم نبودم آدل آرامه بمونجی با خودی گل گفته کن جانم بوی برادرها امرو روز آخر بنهید. مدیر صاحب به من گفتم تو پاک شدی تیار شدی به خیر خوشی. ما زنگ زدیم با برار تو که بیان تو رو دارم ببرم. تو دیگه حاجت نداره بگی. برادران میگی شما خیر بینیم از هم میگی شما تشکر میکنم بابت می هم کریایی که کردیم همی برارک می 3 سالی به می عمل آغشته بود شده و روزی به تامی خرابه و به تاش خالا پرته بود انشالله که شما هم یک روزی همه شما مثل از این پاک شیم از اینجا بیرو شیم دیگه هم به اینجا انشالله هم دگر خور نبینیم شما هیچ کدوم هم دگر خور نبینیم ما هم انشالله که هیچ کس به ایت جای نبینیم خدا همه شما انشالله که هدایت کنه همه ما و شما انشالله با امید روزی که پاک پکیزه از اینجا بیرشیم بخیر خیر بینیم همه شما از همه شما تشکری میکنم هم گفتنی داری برای جو برای رفیقا خوب گفت ما گفتنیم همین تشکر مدیریت از این کمپ احتیاط که واقعا به ما زحمت کشیدم ما 3 سال شده بود که ما جام تا خرابا بود 3 ماه میشه ما به همین جگایم پاک شدم تیار شدم شکر خدا حال تک تیارم برادرها مر ببخشیم مدت 3 ماه که همین جگایم اگه گپ سخن شنیدیم از شما مدرد میخوام گرچه ما شما کلونترم به دل نگیریم تیار خوشحال باشیم باقم امید به خدای که دیگه ما و شما خود خوب این جگا نبینیم به جای بیتر از اینجا ببینیم با بیلا یسکی بشه که رفته با ما گفته که من 10 دقیقه میرم برار خبر من دارم من ویری میشه من میایم 3 ساعت میشه که برفته برای من 200 روپیه کرایه میده این 200 روپیه تو سکو من 3 ساعت میشه من اینجا منتظرم تا 4 5 ساعت روپیه برای کار میکردم تا کی دروغ میگی واقعا ما اصلاح بشون نیم ما مردم وای 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 چی مردم بدبختی اینا برادر خدا حافظ دعا کنیم باقم برو با چه کار میکنی تو 3 ساعت من اینجا منتظر کنم برار دیگه این جگا خونه آدم نیه دیگه خونه میفهمم ما کار دارم روزگار دارم با ما چهار دومین بشه 3 ساعت میشه بخشش باشه خب این جگا یک نفر برو بخشش باشه چی بابا بخشش باشه خود رفقا خود بیمی میگه اینجا بسه چند دل برکم از بدخشان آمده نوک چادر زیر دندان آمده چشم مستش مردم دیوانه کرد چشم مستش مردم دیوانه کرد سخت افسون و پریشان آمده
صد افسون و پریشان آمده دل برکم از بدخشان آمده نوک چادر ماتادک آمده کجیر ماتاد با سر کله تو تیاره کجیر خان جور باشه کجیر ماتاد با سر کله تو پاکه چی میگی گله؟ آنه کوشار سیکو رختار سیکو او یک وقتی بود جوان یک اشته وقتی بود که من معتادی بودم حالی او زمان بگذشت و برابر کار خوب کجی نه کجی تو خواه میبینم یا نه من چون دگر سیکو خواه یا بیداری تو بیامدی پیکنیک مال بجوندی خوب دیگ بخار مال بجوندی خوب یک وقتی بود خب من میگم خوب ای از کی تشدی سما میشه کوشار سیکو حالی من تک تیارم ها تک تیار شدم گله دگه شیشه نمیزنی ها نه دیگه خلاصه که من برادری کارا برم من تا چیشاتو میتا بمونده تو حالی بابا گب پرونو شیر مادرتو کجی یعنی گله کردی دگه چیشه را دیگه چی بکاره چیشاتو مثل سون به گو که ایتا پاخو نمیگذاره گو به زمین جا پایه و تا گیلا کرگ میمونه چشماتو مثل جا سون به گو کرگه اون تا خوب کاری کرده کجی شیر پیارتو بدید اشته سر کله دیشتی ویلا دگه نمیری رستاشون گله و تا خرابا پته بود شما نمیترسیدی چه کار مجبوری بود دیگه آموخته شده بودم امیته شما نمیترسیدی نه کی به این قصه بود وقت کجیر ترکی بیاوردن مگیل جو سم ما میشه برارم امر بردم به ترک ایتیاد اون جو سم ما بستر بیدون امروز صبح برار من بیام از من بیاو شجاعت کستا شو کجی کدی نه باور کو کجی شاید حالا من به فیشخو فکر کنم به فیشخو من شاید به فیشخو فکر کنم که تو خو میبینم اینطور خب معلوم دار تو همون چیزی که نبودی همون چیزی همون همه پوده که نی همونی گلا این چی تغییر نکرد این تو برابر پست پیاز فرق نکرد همون گلک ساده که همون قدیمی همونی وقتی کجیرک محتاط وقتی برو نه پچت یاد نگو برا با قرآن تر گلک سه لد میخونم میگی روزه که تور بزدم اشته چپات چرا اون روز نمیگفتی؟ اون روزی بید کاکاوید حالیه تو سر کله اعمالی 100 رحمت با خدا اعمالی تینجا متاده هست و ششته طرف گپ مفت میزنی با متاده در گپ میزنی قوی شدی کجی با خدا تر به تعمیجو میزنم گپ چتیات تو دگه بگو سادی خدا تو نگاه کو تو دمه که تور به ده تا دست سلا خوب بزدم چرا گفتی؟ کجی با خدا نگه کجی جو بات کردم برانه من خدا جو بات کردم بات کنی بفهمیدی با خدا نگه گیلک دیونه تو همالی آدم شدی با متادا رخشم میکنه ده کد گیلا
چکار تو؟ اینه گیلا چکار شده تو؟ گیلا گابزی اینه گیلا چیشا خورواکو چکار شده تو؟ ها؟ چکار بشده؟ بترسیدی؟ درخت افتادی؟ چه معلوم نیست چه کار شده گاب نمیزنه جاماتو زخم شده بیخی معلوم نیست چه کار بشده گیلا تو چه کار شده ناجوری دردسری چی گفت که به سرتو نفهمیدم چه کار شده ترگیلا گفت به این بسان عزیز گیلا کجا تو درد میکنه باش کنیم برار عزیز زنگ زنو بله عباس خوبی خیرات و خیر سلامتی شکر زنده باشی شکر میگم همی برار تو گیلا که چکاره این ناجور خستی چیزیه اشته تا اکتیاره که هنه بقال همی دیوال تا همی کوچه باق مامدین اومده همی جگاه بیخی زوف کرده همی تا بقال دیوال پرته و هر چی خودی و گب میزنن نه جواب مرمیده نه اصلا صدا خور بالا نمیکنه در رقم ما از یو بپرسیدم که چکار شده ناجوری یا درخت افتادی کجا تو درد میکنه چوب همی تا کلگک میزنه خلاص آنم اینجا ما پیش شیشته هم خوبه شو میگیرم میارم به در سرا شما نه دیگه تو نه سیه من میبرم به در سرا شما سیه مثل که دردسر چیزیه معلوم نیه گپ نمیزنه خوبه خیره که تو برای دوری من میبرم در سرا خوب خیر بشی خدا لالا ببخشیم یک دقیقه بیایم خود ما کمک کنه چه کار شده تو بگیریم امی خیر بینیم مراجعه تشکر من میبرم خیر